سلام خدمت شما دوستان عزیز گرامی، من امیر سیکس پلیر هستم. باشه با یک بازی خفن ایرانی دیگه به نام جاده تاریک در خدمت شما هستم. قبل شروع دیگه حتما ویدیو رو لایک کنید و قلم بزنید تا ویدیو مطالعه بشید و ویدیو منو تماشا کنید. خب بچه‌ها بریم بازی رو شروع کنیم. با کاراکتر اولمون کوروشه. کلانتری 13 بفرمایید. کمک! یه نفر داره به زور وارد خونه من میشه. زیر صورتش خونه و قیافه ترسناکی داره و صدای عجیبی از خودش در میاره. کمک! باشه فقط آرامشتون رو حفظ کنین و سریعتر آدرستون رو بهم بگید. روستای دهشق، قدیر 1، بلاک 47. زامبی بود دیگه نه؟ شیت چه اینجوریه؟ ای بچه ها شیت نگاه بچه از روکی قصد کردن. رزیدنت ایویل آره یه دو سه بود اینجوری میشد دیگه. نوار جونشون اینجوری بود. مثلا اینجا زده بود لیان، اکسش بود اون بال زده بود اسمش لیان. شیت خوش آمد. کماد پرونده. خب کلیدشو برداشتیم بریم. من کلید ماشین برداشتیم. کلید گاف چیزه چیه اون گاف صندوق چیه اونو که نمیخوایم. روشن کرد. اوه سمنده؟ آره سمند. آخه مثلا ماشین پلیسه. خب یه آرم پلیس هم روش نزده، فقط یه برجت به سب زده. کلاگه چلافه رو پیدا کن. حل بریم. روسته ده شیخ قدیر 1. 47 برو. چه درش اینجوریه؟ اوه خوردش زنه رو. اوه خدای من، این دیگه چه گفتیه؟ بسم الله الرحمن. فاصله بگیری حالا. باش رزیدنت ایویل بازی در نیاد بزنش. جلو نیا. باش به خدا حرکتی نکرد به خدا. این آخرین اخطار لعنتی. اگه تکون بخوری یه گوله تو سرت خالی میکنم. بزن دیگه تا میدونی آخرش چی میشه دیگه. عالی. خدای من، این دیگه چه گفتی بود؟ داداش من میدم خوابی بیدارت نکردم. با چند تا از بچه ها میرم شهر یه دارو بخریم. نمیدونم چرا هیچ کدوم از همسایه داخل روستا نیستن. بیدار شده غذا تو درست کن، منم تا غروبی هم شده برمیارم و با هم میریم به زمین ها سر بزنیم. مواظب خودت باش برادرت. بچه یه سمند دیگه هم اینجاست. عالی ایزی. بریم به سمت ماشین برگرد. بریم با ماشین ها. سب کن ببینم این صدای ماشین منه. ها؟ ای وایسا، ماشین ما رو دازده. ماشین پلیس ها. لعنتی. دوزدم پیشرفت کردم. ماشین پلیس هم میدازه. صدای ایمیل 4 میده. برگه شماره 4045. چیه؟ چیه؟ سی تا خشاب داریم. بسم الله. ریدم بخورمش. نه آی مردم. بمیر خیش خوبه. ای بابا پاشد. نه اینجا پایانه. نه یا جلو من میمیرم. گم شو خب بمیر دیگه آفزی.
یه تیر شده 25 تا تیر شد. ایدهشون دوست داشتم. رزیدنت ایویل ایرانی. خوردم یا بلتر این مکانیکه نزن دادش. ریلود کن این زامبی یا لیکر ایش دستا نباید اینجوری جو خالی داد عوضی. عوضی جو خالی داد 20 تا تیر. این خونه از همه بزرگتر یعنی پول دارتر. با صدا میتونید جعبه ها رو بشکنید و از آنها آیتم های مورد نیاز خود رو به دست آورید. میگه مثلا با تفنگ تبر چاقو مثلا میتونید بزنید و چیز کنید. گم شو بمیر ریلود برن شو برادر ایمان. جو خالی میدن اینا چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بمیر دیگه. چیه؟ اوه چاقو گرفتیم نایس. بریم اون جعبه رو بزنیم. بایسته بسته باشه یه چیزی برای شکستن قفل پیدا کن. چاقو تیر داد. تبرم برداشت. این به دردم میخوره. چه تبر قفله سوی زامبس کجا چه تبر باگ شد. حالا این تبر خب استفاده کن. فیوز بود شو بزرگی انقدر. این چرا انقدر بزرگیه. گوه خوردم داشت میزه مادرچیم. به اسم الله بمیر خواب. چوب دقیق دراز گوه خوردم این پا شد. این تبرم چرا قفله. تبر چرا قفله. یه بچه همون باز میشد. از کار خانم کار آنم. اوجی چشمونه ایه واه بنازم بده من هم مثل رزیدنت ایویلی بزنیم باید با چاقو بزنیم. بابا نه بخورم بمیر آی بیفانوس باید چون نمورد. نه حیات نداره بمیر خب بمیر دی چون نمیر بای گیر کردم من چون گیر کردم آقا من چرا گیر کردم عوض بمیر دیگه. اوه اینجا سم هم داره با بوی سم هم جونمون کم میشه. بسید پاند سمان رو بزنیم یه ذره صداش دقیقه داره. شت ما اینو باید بپریم. با خوردم نه بیا بشید از ایستی من رو بکنم خوالی شاید داره چشم یه چیز میدونی این کارکتر من مثلا چیزه بی صورت انگار. به صورت نه بی صورت کلا شوت کنه اول بازی. ریلود یکی بوده تو نه شاتون زیاد استفاده نمیشه کنه لازم میشه.
آیتم‌های پیشرفته را می‌توانید از فروشگاه و از داخل محیط بازی به دست آورید. این آیتم‌ها کمک بزرگی به شما در روند بازی می‌کنند. جدی؟ خب اینو بده من، اینو بده من، اینو بده من. ای بابا نه دیگه خب بیا گم شو بمیر 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 خب بمیر ها؟ اومد خورد به چوب مرد ایزی بوده یه دیگه اینجا بود چرا باید چیزه تیر شاتگان واو 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 بابا این سماش خیلی باید میزنی فهمیدی بسم الله الرحمن الرحیم بودو چون نامون کجایی تو یه ما نزدیم ولی اون زد دوستان خب بیا دیگه شاگوه حالا آدم شدی حالا بیا یا بسم الله الرحمن الرحیم بیانم اتبار بودو جان زیدت کلم تو توفنگو میگیرم دستم بلند شو بودو جان امت اینو نگاه جرش دادن اینو بد جرش دادن خوردم دریسی یه دفعه میکنم بودو میریم پایین نتونه بزنم خب بودو دیگه با اون راه رفتن پایین بینم این خوره ایزی بازی منطق بنزن دارم داری کجاش میزنی برده آن ایزی خب برو وای دارم نه وایسا میریم بیرون میزنیم خرابه ای باید چیزی بابا باز کردنش پیدا کن اینو میگه خب فکر کنم این بکارم میاد برای باز کردن فیوز بوده جالب نیست از این کله یارو خون نشده خب بوده الان سم گرفتگی میشیم یا تا گفتم این یه مرد ایزی وای این که ایمد نوینن اضاف میشن ای دیوز باش مگه یه ویل 4 تا جا خالی میدی خب اوازی برو بسم الله یه رو کنم الان مثلا یه طرف خرخرشو گرفته اوه چه بد مردی؟ بمیر دیگه خب گمشو بی بالا مردم من مرد خب ایزی لا 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 خب این پیچه رو باید دوست کنیم آفرین اوه شیت چی؟ بینه بس آره نه خودت چی نشد برو ای بای خدایا منطق نداره اصلا بازی
چیه؟ کوده؟ این کوده خب من چیکار کنم؟ وایسا خب باید کوده رو بزنیم. 73 22 نبود 19 98 نبود شماره مخابرات تو چی بود؟ اما مال من بود 89 91 این بود باز کن برو بریم پایان مرحله مدت زمان میزان سلامتی حفظ شده 95 تعداد دشمنان کشته شده 9 تا امتیاز دست اومده بد بله ایزی داداش خب من چقدر جون بزن که اونجا سم گرفت دیگه منطق بازی کو با سم گرفت دوشه جونت 5 تا کم میشه دیگه بخوای اونا رو برگرده یه چیز کنی پانسمون رو میزنی خوشش هست باشه از پارت اول بازی جاده تاریک و خوش من حتما این ویدیو رو لایک کنید همون بغلم بزنید تا شما مطلع بشید و بیاید ویدیو منو تماشا کنید. تا ویدیو بعدی پیس اوت.